وزارت تندرستی تاجیکستان گفت تا 16 ایول 421,832 نفر از ساکنان جمهوری حداقل وایه یکم واکسین ضد بیماری سرایتی کرونا ویروس را گرفتند. از این شمار 20,190 نفر علاقه هر دو وایه واکسین ضد کرونا ویروس را گرفتند. طبق نقشه ملی که قبول شده است در تاجیکستان باید حدود 6 میلیون اهالی از سن 18 بالا باید از کرونا ویروس واکسین بگیرند. ستاد جمهوری مبارزه با کرونا ویروس گرفتن واکسین را برای تمام اهالی کلانسال کشور حتمی اعلام کرد. واکسین ضد کرونا ویروس در تاجیکستان رایگان می باشد. تاجیکستان واکسین آن را تا کنون توسط برنامه کوواکس رایگان دریافت می کرد. کوواکس یک برنامه بین المللی است که سازمان جهانی تندرستی و دیگر سازمان‌های بین المللی با هدف دسترسی عادلانه همه کشورها بخصوص کشورهای نودار به واکسین ضد کرونا ویروس تأسیس دادند. طبق این برنامه کشورهای از نگاه اقتصادی پیشرفته برای کشورهای فقیری که نمیتوانند اهالی خود را با واکسین تامین کنند واکسین میخرند. تاجیکستان نیز عضو کوواکس بوده ماه مارس در چارچوب این برنامه 192,000 وایه واکسین استرازینیکا دسترس کرده و ماه آگوست باید باز همین مقدار دیگر بگیرد. خطای نیز ماه ایون در چارچوب برنامه کوواکس به تاجیکستان به طور رایگان 300,000 وایه واکسین کرونا وک داد. مقامات تاجیکستان نقشه دارند که از حساب گرانت‌های جدا کرده بانک آسیای رشد توسط صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف از شرکت خطایی سینووک که واکسین کرونا وک استحصال میکند بیش از 3 میلیون واکسین دیگر بخرند. در همین حال بنا به آخرین آمار وزارت تندرستی که شام 16 ایول نشر شد، در یک شبانه روز آخر در تاجیکستان 37 حالت نو گرفتاری به کرونا ویروس ثبت شده. 28 نفر بعد معالجه از این بیماری شفا یافتند. شماره عمومی گرفتاران کرونا ویروس از آغاز پاندمی در تاجیکستان طبق آمار رسمی وزارت تندرستی به 14,037 نفر رسیده است که از این شمار 110 نفر فوتیده، 13,659 نفر یا 97.3% از شماره عمومی گرفتار شدگان شفا یافتند. منتقدان بر اینند که شماره واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان می تواند خیلی بیشتر از رقم رسمی وزارت تندرستی باشد.